ولادیمیر پوتین تا 15 ایول مهلت داد که مهاجران را از کرونا ویروس اعم کنند. پرزیدنت روسیه رویخط سپارش ها بر اساس نتیجه های فرم بین المللی اقتصادی پتربورگ را تصدیق کرد. در این رویخط که روز 27 میلیون در سامانه رسمی کرمل نشر شد، مسئله تشکیل معرکه امکنی یا خود واکسینه زنی پولکی مهاجران کوری ذکر شده است. ولادیمیر پوتین با حکومت کشورش همچنین دستور داده است که تا 30 ایون درباره چاره‌های تأمین خارجیان با واکسینه اصابت دهند. یادآور می‌شویم معاون سروزیر روسیه مرات اسنولین در حاشیه فرم بین المللی اقتصادی پتربورگ که از 2 تا 5 ایون سال 2021 دایر شد گفته بود که حکومت روسیه مسئله آسان کردن ترتیب آوردن مهاجران خارجی و حتما از کرونا ویروس واکسینه گرفتن آنها را بررسی میکند. همزمان وزیر تندرستی روسیه میخائیل موراشکو نیز در حاشیه فرم پتربورگ درباره نقشه واکسینه زنی مهاجران صحبت کرد. با گفته او نقشه واکسینه زنی مهاجران باید تا 3 یا 4 هفته دیگر آماده شود. موراشکو گفت برای این معرکه قرار است از واکسین یک دفعینه سپوتنیک لایت استفاده شده آن مهاجران و خارجیانی که علاقه در روسیه قرار دارند با این معرکه واکسینه زنی به ضد کرونا ویروس فرا گرفته می شوند. روسیه در بهار سال 2020 مرزهای خود را به دلیل پاندمی کرونا ویروس بست و این باعث شد که سال 2020 و ماه‌های اول سال 2021 صدها هزار مهاجران کوری نتوانستند خود را به روسیه برسانند. این باعث کمبودی شدید نیروی کاری بخصوص در ساحه ساختمانی روسیه شد و شرکت‌های بزرگ ساختمانی روسیه حتی به حکومت مراجعت کردند تا به آنها از آسیای مرکزی آوردن مهاجران را اجازه دهند. پوتین نیز ماه مای در ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان اعتراف کرد که روسیه به نیروی کاری مهاجران سخت نیاز دارد. به حساب مرکز کارکردهای استراتژی روسیه در پایان سال 2020 حدود 40% شرکت‌هایی که معمولاً مهاجران را به کار می‌گرفتند به کمبود نیروی کاری دچار شدند.